این کیسه ای که میبینین توش یه دونه تارپه. اینو خودمون درست کردیم. همینجور که میبینین حجم جمع شدهش این میشه. حالا میخوام بریم باز شدهشو نشونتون بدم و اینکه روی چه قسمتایش ما کار کردیم. هرچند که خب این پارچه رو توی تارپ آماده من تا حالا ندیدم. این پارچه رو خیلی معمولی ما رفتیم از یه مغازه سفارش دادیم و خریدیم. امتحان ضد آب بودنش هم واقعا خوب پس داد. توی اینستاگراممون ویدیو تستش هم گذاشتیم براتون. فعلا 2 ساعته که دووم آورده زیر این بارون شدید تا ببینیم تا امشب چی میشه. من الان گوشش رو باز میکنم. قسمت داخلشه که یه پوشش سفید طوری از داخل داره و این قسمت رنگی هم که روشه در واقع. ببینین این تارپ ما تو حالت باز شده 2 متر و 40 در 2 متر و 80. البته تارپ های توی این سبک بهتره که 3 در 3 باشن، ولی خب ما بار اولمون بود داشتیم میدوختیم، با توجه به اینکه این لبه ها هم برگردوندیم و دوخت زدیم این سایز رو به ما داد که البته با واسه چادر 2 نفره ما واقعا کفایت میکنه. این پارچه هایی که ما آماده میگیریم عرضشون 1.5 و ما مجبور بودیم 2 تیکه پارچه رو به همدیگه بدوزیم. حالا این 2 تیکه یه دوخت وسطش بخوره خب مسلما باید ضد آب بشه و آپارات بشه، ولی خب اینجا ما یه حرکتی زدیم که توی یه بارندگی چند ساعته این تارپ دووم آورد و هیچ آبی هم از دوختش پس نداد. اومدیم یه حرکتی زدیم برای این دوخت وسط. یه دوخت این شکلی شده و باعث شده یه لبه اینجوری بخوابه روی این یکی پارچه. از پشت که نگاه میکنین این پارچه اومده روی اون یکی پارچه رو گرفته. ما اگر بیایم از سر دقیقاً همین دوخت تنابمون رو از زیر تارپ رد بکنیم، بارون وقتی بعد از مدت زمان زیادی میخوره به این تارپ امکان داره از لای این درز دوخت آب نشت بکنه. بیایم یه خورده قبل‌تر، همین جایی که ما تسمه رو زدیم که متصلش کنیم حالا به درخت یا هر چیزی، دقیقاً یه خورده قبل از این خواب بیایم اینجا تنابمون رو قرار بدیم که آب از روی پارچه که میاد از روی این دوخت بلغزه و رد بشه. یعنی اگر تناب اینجا هم باشه داستاندار میشه دیگه. اینجا هم که باشه آب وقتی زیاد باشه از لای این دوختا امکان نشتش هست، ولی این جواب داد آقا. این که ما اینجا دقیقاً تسمه رو تصمیم گرفتیم بزنیم و که باعث بشه که آب از اینجا حرکت کنه و بره پایین و از روی دوخت ما رد بشه. تناب هم از زیر این رد میشه که تارپ حالت خیمه‌ای به خودش میگیره. خودتون دوست داشتید انجام بدید، هر راهنمایی از دست ما بر بیاد دریغ نمی‌کنیم. اگر هم دوست داشتید میتونید به ما بگید براتون انجام بدیم، هر سایز و ابعادی. توی طبیعت زیر بارون کمپ کردن حتی 2 شب 3 شب، البته به شرط که جاتون مطمئن باشه و خطرناک نباشه، خیلی حال میده. امتحانش بکنید، از بارندگی نترسید. پوش دوم چادر ما ضد آب هست ولی اینم محض احتیاط روش میزنیم، یا حتی شاید شما بخواید تارپ رو بزنید بالای جایی که صندلی میخواید بذارید زیرش بشینید غذا بخورید. خلاصه که خیلی کاربرد داره. در هر صورت برید حالشو ببرید، تو بارون برید کمپ کنید، از بارون نترسید، خیلی حال میده. در کنار در کنار تارپ پانچو یادتون نره. آقا من اون سفر قبلی که اینو برده بودیم پانچومو گم کرده بودم. پانچو یادتون نره خیلی مهم.